سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال ما. امروز اومدیم با یه چالش پیاده روی 15 کیلومتر روی خط ساحلی. ساعت هم تقریبا 6 صبح. همه خوابن، ما بیداریم. همه بیدارن. بریم تو ادامه مسیر با هم داشته باشیم که چی در انتظارمون. 15 کیلومتر. کاش من میدونستم ایده این ویدیو احمقانه رو کی داده. میگن وقتی همه خوابن تو کار کن. وقتی همه خوابن منظورشون 4 صبح نه 6 صبح. باز 6 صبح روز جمعه است. باشه، مردم دیشب فعالیت داشتن تا صبح بیدارن. داش اینجا بندره، اینجا بقیه شهرستانا نیست بگی 6 صبح بی حال بیافتن. حالا ما نمیگیم چرا بی حالن، ولی خب اینجا انرژی ها بالاست. ولی واقعا گرمه. به غلط کردن افتادی؟ بذار یکی دهم مسیر بری. روز جمعه 6 صبح کی میاد 15 کیلومتر پیاده؟ چقدر رفتیم؟ چک کردم الان 3 کیلومتر شده. 36 دقیقه. 36 دقیقه هم مسیر 2 ساعت و نیم، یعنی 2 ساعت دیگه اش مونده. الان آب باید بخور. تا آخر ویدیو آب نیست. حالا خواستی بخور. ولی من به بچه‌ها میگم قرار نیست خودمون رو بکشیم ها. هشت کیلومتر از مسیر اومدیم. چشمه غلط کردهش کجاست؟ هنر بچه ها رو بگیر. عرفان کیه؟ عرفان هر جا که هستی زیدت منتظر تو. قلب زید عرفان. زمین زید عرفان. عرفان هر جا که هستی داداش زید چشم به راهته. زمین آشنا نیست؟ زید عرفان براش خریده. اینم یه قطعه هم اونجا خریده. علی در چه حالی؟ تقریبا رسیدیم ولی حدود 1-2 کیلومترش مونده. تقریبا تمومه. گرم که داره گز میکنه. پیدا کنم اونی که ایده رو به تو داد. خدا. خیلی گرم. 2 کیلو دیگه. مرسی. رسیدیم به آخر مسیر بچه‌ها. دهنمون سرویس شد. خیلی گرمه. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. خستم نمیدونم چی بگم، فقط لایک و ساب و کامنت یادتون نره. مرسی تا اینجا تماشا کردین. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. منظره رو بگی دیگه، اینجا بیابونه دیگه، از شهر خارج شدیم ما.